به نام خدا، سلام، امیدوارم حالت عالی و درجه یک باشه. حمید اصلانی هستم، مدرس هوش و استعداد تحصیلی. توی این ویدیوها میخوام کاری بکنم که بری سر جلسه کنکور فرهنگیان تمام سوالاتش رو حل بکنی. میدونی که هوش و استعداد معلمی توی کنکور فرهنگیان 20 تا تست میاد. اگر تو از این 20 تا تست 10 تاشو بزنی، قطعه به یقین 100% میتونی فرهنگیان به راحتی قبولش، چون اکثر دانش آموزان نمیزنن، میترسن، سختشون میاد و سمت اینجور تستا نمیرن. اما اینو میخوام بهت نوید بدم، اینو میخوام بهت مژده بدم که سوالاشش بسیار راحته، سوالا بسیار آسونه، هر کسی به راحتی از پسش برمیاد، به شرطی که تکنیک هاشو بدونی، اون قلق هاشو بلد باشی، سوالا رو بدونی چیه، بری به راحتی حلشون بکنی. تیپ سوالات کاملا مشخصه که از چه مطالبی قراره سوال بدن، از چه در حقیقت تست هایی قرار تست مطرح بشه، چه مفاهیمی قراره بیاد توی این کنکور. همه رو میخوام به دونه دونه معرفی کنم و دونه به دونه تکنیکاشو بهت یاد بدم، بری سر جلسه با خیال آسوده. تستا رو انگار از قبل دیدی، خیلی راحت داری همه رو حل بکنی. اولین تیپی که ازش توی امتحان فرهنگیان سوال مطرح میشه، بحث تصویر در آینه است. خب آقا تصویر در آینه چی؟ یه دونه آینه بهت میده، یه جسم میده، میگه آقا تو آینه این جسم چه شکلیه؟ اونو بگو. تو بعد بشینی فکر بکنی، تجسم بکنی، درش بیاری. یا اینکه بعضیا تکنیک میدن، میگن آقا مثلا تست اول گفته کدام گزینه تصویر زیر در آینه نشان میدهد این در حقیقت جسم ماست، تصویرش چی میشه؟ بعضیا میگن آقا همینو این طرف قرینه کن پیدا کن. خب قرینه یابی برای بعضیا سخته، ولی بعضیا هم انجام میدن. مثلا میگن آقا این زوزنقه‌ای که این پایین داری، زوزنقه‌ای میشه که الان ضلع کوچیکش میشه سمت آینه چون نزدیکتره، ضلع بزرگش میشه اون طرف، مثلا چنین تصویری بهت میده. خب دونه دونه پیدا کردن سخته دیگه. من پیشنهادم اینه، ببین تکنیکی که من دارم بهت میگم جایی نیست، به این صورته. میگم ببین عزیزم، اینه تصویر، تو کافیه که اینو از پشت نگاش بکنی، یعنی اون ور که میره میشه از پشت. ببین این اینجاست، میره از پشت. سر جلسه امتحان چیکار باید بکنی؟ اون تصویری که بهت دادن برگردون، پشتش نگاه کن، نقاشیش کن، تو چک نویست بکش، بعد تو گزینه‌ها پیداش کن. الان میخوام این کارو کنم تو ببینی. ببین اینجاست، به این صورت. برای اینکه ببینیش من میارم جلو، به راحتی میتونی الان پیداش بکنی. دفترچه‌ای که دستت پرینت کردی و نگاه کن، ببین این دقیقاً کدوم یکی از گزینه هاست. این دقیقاً کدوم یکی از گزینه ها هست. منم خودم نگاه کنم پیداش بکنم. ببین این یک فلش اون سمتی داره، فلش اون سمتیه، یعنی گزینه 4 و گزینه 2 رد میشن. اسی که داره اس سالم نیست، اس کج و کله‌ایه. اسشو نگاه کن، به اس دقت کن، میبینی اون اس برعکس شده دیگه، یعنی در حقیقت اس گزینه 1 غلطه، گزینه 3 میمونه. اگر دقت کنی دقیقاً گزینه 3 هستش. پس تکنیک من برای حل سوالات آینه چه شد؟ قرار شد که آقا دفترچه رو که گذاشتن جلوت، از پشت اون سوال به تصویرش نگاه کنی، ببینی چه مدلی میشه. خلاص، به همین سادگی و لذت بخشی. این تصویر اول. بیا سوال دوم نگاه کن، بازم با همین تکنیک میخوام حلش کنم. کدام گزینه تصویر زیر در آینه را نشان میدهد؟ آزمون تیزهوشان بوده. خب آقا من این تصویر منه، اینجوری این تصویره، درسته؟ من بعد اینو برگردونم از پشت، چون واقعا سخته من چجوری بفهمم کدوم یکی از این شکل‌های عجیب غریبه. سخته دیگه. اینو من چیکار میکنم؟ برش میگردونم. از پشت بهش نگاه کن. خودت همین الان نگاه کن تصویر رو. دفترچه هم جلوته، پیداش بکن. دفترچه جلوته، پیداش بکن، ببین کدوم میشه. خب بذار منم پیداش بکنم. این تصویره، بعد ببینم کدوم گزینه است دیگه. مربعی که 4 تا گزینه 1 قطعا غلطه، چون این مربعی که من میخوام اون پایین نیست. مربعی که میخوام اون پایین نیستش. یه مربع اینور گوشه بعد داشته باشه. گزینه 3 هم غلطه، چون این طرف مربعی نداره. خب بین گزینه 4 و گزینه، ببین گزینه 4 یه چنین چیزی اینجا آورده، این چیه واسه خودش آورده؟ نباید می آوردش. ببین گزینه 4 یه چنین ماجرایی اونجا گذاشته که نباید میذاشته اونجا. بعد این خط پایینی هم نداره، یه خط اینجا باید داشته باشه که نداره. پس گزینه 4 غلطه، جواب گزینه 2 و تمام. دیدی؟ اصلا همون دفترچه‌ای که جلوته، همین جزوه‌ای که داری از پشتش نگاه کن، تموم شد. به همین راحتی. یعنی یه تکنیک خوشگل و ناب میتونی به سادگی حلش کنی. میشه این رو مثلا تشخیص داد، بگیم آقا اینی که اینجا داری یه چنین چیزی اینجا در میاد مثلا، بعد یه مربع اینجا در میاد اینجوری. میبینی کشیدنش واقعا اذیت کننده است. نه که نشه، ولی زمان بره. تو وقتی میتونی یه ورق بزنی پشت نگاه کنی کارو در بیاری، چرا این کارو نکنی؟
و هیچ کسی هم این کارو نمیکنه. تنها کسی که سر جلسه امتحان داره این حرکت رو انجام میده تویی و فقط تویی و تو داری لذتشو میبری. همه دارن عذاب میکشن. اصلا خیلیا تست های تیزهوشان رو وقتی میبینن، تست های هوش رو که میبینن سریع میزنن میره. ما نمیتونیم حل کنیم. من مغزم اصلا من حوصله فکر کردن ندارم. این واقعا حوصله نمیخواد. اکثر کسایی که سوالات هوش و استعداد معلمی رو رد میکنن، میگن آقا ولش کن، من اصلا سمت این نمیرم، به خاطر اینکه حوصله نداره طرف. ولی این کاری که من دارم الان میکنم اصلا حوصله نمیخواد. بیا بعدیو ببین. اینو میگه کدومه؟ نسبت به این داره. فرق نمیکنه. بعد این وری ببین شکل من اینه دیگه. این شکل منه. این شکله. من بعد اینو چیکار کنم؟ این سمتی این با، نه این وری، چون آینم اینجاست. بعضی وقتا ممکنه بگه تصویر در آب. ببین اینو آب در نظر میگیره، تصویر در آب. فرقی نمیکنه تصویر در آب یا تصویر در آینه. آینه این وره معمولا یا این وره، تصویر در آب پایینه. خب اینه دیگه. خب اینو من این سمتی میکنم، نگاش میکنم ببینم کدومه. تو نگاه کن، گزینه رو پیدا کن، میتونی پیداش کنی. تو دفترچه‌ت هم وقتی میخوای ورق بزنی نباید ورقو برعکس، بعد بالا به پایینی نگاه بکن. همون جزوه‌تو از بالا به پایین بعد ورق بزنی. خب من نگاه کنم، اینو پیداش میکنم. یه مربعی که فلش به اون سمته. گزینه 1 و 2 قطعاً غلطه. گزینه 3 هم غلطه. جواب گزینه 4 و تمام. من از پشت نگاه کردم، خیلی سریع. خیلی سریع. یعنی سرعت تستنی با این روش واقعاً بی‌نظیره. سرعت تستنی با این روش واقعاً ناب و بی‌نظیره. بریم بعدی. اینو میخوام پیدا بکنم. این تصویر بازم انگار تصویر در آب دیگه. تصویر در آب. اینه شکل ما. من از پشت بعد بهش نگاه کنم. خودت نگاه کن بگو میتونی بگی؟ خودت همین الان جزوه که جلوته ببین میتونی پیداش بکنی یا نه؟ خب الان منم پیداش بکنم. ببین یه دایره بعد اون دایره بعد سمت راست باشه. این غلطه، این غلطه، یا 1 یا 4. اصلا یک مربعی تو خالی داره. مربع بعد تو پر باشه. جواب گزینه 4 و تمام. به خدا قسم تکنیک بلد باشی، تستا رو پرپر میکنی، رو هوا میزنی، میترکونیش، عشق میکنی و لذت میبری. این قسمت تمام. میریم با قدرت قسمت بعدی. تمرینات هم حتما حل کن. تمرینات رو حتما حل کن که قوی تر بشی.